دوستا سلام. باز هم اومدیم با یک ویدیوی جدید از معدن ماشینکی. دوستا اینجا چیزی که شما میبینین در تصویر ماشین کش هسته. وحیدالله جان ماشین کش روشن کرد و اینی هم تریله بود که از داخل معدن بیرون کشید. دیگه دوستا میریم روی شرایط کارش یک امری ثقیل است، خیلی طاقت چیزا کار داره، مگم شرایط کارش بسیار خوب است. اینجا لالا که است تمام مصارف تا صاحب معدن میته. دیگه وسایل کار کل چیز برای فراهم میکنه، بیل، کلنگ، ماشین هوا، ماشین کش، چیزا کلگیش برای فراهم میکنه و فقط تو باشی و جور بازوید و طاقت و توانی را که به خرج میتی تا یک لقمه نان از داخل کو برای خودت بکشی. اینجا شرایط کارش بسیار هم خوب است. دیگه چیزی کار نداره، فقط کارت بکو و پولیت بگیر. شرایط پولیش قسم است که صاحب معدن کنتراتش فیتونی 500 افغانی میته. سرکارگر یک نفر سرکارگر میگیری و میای داخل معدن در میین. هر تیم از اینا 8 نفر هستن که تقریبا یک روز 20 زغال میکشن. کارش خوب است، بد نیست. دیگه فقط یک کمی ثقیل است. دیگه 3 وقت نان چیزایتان آماده است، غذاهای بسیار خوب میته. در هفته 2 وقت گوشت است و از طرف چاشتم این چیزا خیلی غذایش خوب بود. این چاشتم من اینجا آمدم نان خوردم، بسیار واقعا غذای با مزه پخته کرده بود. دیگه نانش هم بسیار عالی بود، اونا را خوردیم. دیگه زغالش هم بسیار خوب است، در زمین نمیمونه، دایم میخره. صاحب معدنم پیسه نفرایی که ماشینکی کار میکنه نقد میپرزه، تقریبا هفته ده هفته یا 10 روز 10 روز پیسهش هم میده. دیگه کار خوب است، شرایط کار. دیگه بازم جور سلامت سری حال باشین تا ویدیوی بعدی. بدرود.